هم خیلی جدا وضبین بود، هم خیلی میگفتن دیگر گرد نمیدادن. عبدالواحد صابرو هر سال عکس پدرش را در این روز با خود در کوچه ها میگرداند. میگوید گرامی داشتن خاطره آنهایی که برای حفظ وطن جنگیده اند برایش قرض فرزندی است. وتران های جنگ بزرگی که همین برای حاضرنگی زندگی ما جانشان فدا کردند، خونشان را ریختند، برای خاطر همین وتران ها همینجا ما موندیم. صبح روز 9 می در برابر عبدالواحد بیش از 500 نفر با برافراشتن عکس‌های پدر و بابای خود در محله معروف به پیوزواد دوشنبه جمع آمده راهپیمایی полки ابدی را برگزار نمودند. این راهپیمایی در حال صورت گرفت که روز گذشته مقامات شهرداری با سبب‌های امنیتی به این معرکه اجازت ندادند. شرکت‌داران در آغاز تصمیم داشتند که در محله معروف به تانکای پایتخت جمع آمده تا باغ غلبه راهپیمایی نمایند. همین یادی آنهایی که در سالهای جنگ بزرگ وطنی از تاجیکستان دعوت شدند و در آنجا در جبهه‌های جنگ بزرگ وطنی قهرمانانه هلاک گردیدند، یاد آنها را همین یک وجه بیاریم و اینچنین ما می‌خواهیم که جوانان از قهرمانای پدر و بابای ما عبرت گیرند و در صف قوشون‌های سرحدی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان فداکارانه خدمت کنند. رئیس جمهور تاجیکستان نیز روز 9 می در باغ غلبه به مناسبت 73مین سالگرد غلبه در جنگ دوم جهان به خاطر قربانیان این جنگ گلگذاری کرد. بعد از رفتن رئیس جمهور شرکت‌داران полки ابدی به سوی باغ غلبه حرکت کردند. راهپیمایی در نزد آتش جاویدانی باغ غلبه انجام یافت. دانش خدایدادov از ناحیه پنجکند برای شرکت در полки ابدی آمده است، اما که او در جنگ دوم جهان شهید شده است. فرانت وفات کردند در کالینینسکی область، پوشکینسکی رایون، دهه تانسی خیلی محاربه شدید شده بود و در آنجا وفات کردند و خط سیاه آمده بود. سالی گذشته نیز تاجیکستان برای برگزار کردن полки ابدی در شهر دوشنبه اجازت نداد. مقامات گفتند نشر صورت‌های گذشتگان و نمایش دادن آن در راهپیمایی به ارزش‌های دین اسلام که اکثریت در تاجیکستان پیرو آن هستند مخالف است. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.